سلام دوباره به ایمان سلطانپور. سلام دوباره به شما، سلام مجدد به تمام شنوندا. ببینید در مورد لیگ برتر انگلستان صحبت بکنیم. منچستر سیتی 5-4 فولهام رو شکست داد. 9 گل در 77 دقیقه. خیلیه. یعنی نمادی از مسابقات پریمیر لیگه که واسه همین ما میگیم همه، یعنی هم نظرم فکر می‌کنم با من که جذاب ترین لیگ برتر دنیاست دیگه. حالا گوی سبقت رو دیگه از لالیگا که بعد از کریستیانو رونالدو، لیونل مسی نتونست به اون لالیگا همیشگی تبدیل بشه رو بوده و الان هم دیدیم منچستر سیتی 5-4 فولام رو شکست داد تو شبی که فیل فودن دبل کرد، تو شبی که تو دومین بازی متوالی خودش 2 گل زد. الان 2 بازی 4 تا گل زده این جواهر انگلیسی و خب آمارش خیلی درخشانه. تو شبی که در نقش گلساز ظاهر شد ارلینگ هالند، البته که گل زد، گل 100مش رو تو 111مین حضورش تو رقابت پریمیر لیگ به ثمر رسون. ما نداشتیم بازیکنی که بتونه تو این تعداد بازی 100 گل بزنه خانم مرادی. یعنی مثلا رکورد دست آلن شیرری بود که 124 مسابقه زمان برده بود تا 100 گل بشه. بله. و خب ارلینگ هالند غول نروژی رکوردها رو یکی یکی داره رد میکنه و منچستر سیتی حریف مورد علاقه‌ش هم فولهامه. خیلی البته منچستر سیتی یادمون نره که تو خط دفاعی متزلزل نشون داد. یعنی فولهام نشون داد که اینجوری میتونید شما به منچستر سیتی گل بزنید. 5-1 جلو بودن، مثلا تو چند دقیقه 5-4 کردن حساب کار رو. آره، بازی که در کریون کاتج برگزار میشد و خلاصه که 3 امتیاز مهم رو گرفت. منچستر سیتی هم خیلی با خیلی راحت دیگه 5 تا زده بوده، با خیلی راحت بازی می‌کرد دیگه. کرد در واقع، ولی خب میرفتن که غافل بشن دیگه از این 3 امتیاز. خلاصه که الان فقط 2 امتیاز فاصله داره با آرسنالی که 30 امتیازی، منچستر سیتی با یه بازی بیشتر 28. آره، در مورد تاتنهام هم صحبت بکنیم که بازم نتونست ببره، در مقابل نیوکاسل 2-2 شد. الان اون قیچی برگردونه والا. یعنی ببین تو سال 2025 بدترین تیمی که حضور داشته تو بازی خانگی همین آقای توماس فرانک و تاتنهامیا بودن. البته هم که 2-2 مساوی شدن هم خیلی خوبه ها، حداقل مساوی شده نباخته. دقیقه 90 به علاوه 5-6 بود قیچی برگردونه کریستیان رومرو بود که حالا بازوبند کاپیتانی رو هم به دست داشت و نذاشت که 2 امتیاز رو از دست، نذاشت که 3 امتیاز از دست بره، 1 امتیاز رو گرفتن و اوضاع تاتنهام خیلی خوب نیست دیگه و 10 شکست خانگی رو تجربه کرده تو سال 2025. خیلی خوبه، خیلی بده. 10 تا شکست و خب این خیلی بده. خلاصه آسیبه و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته واسه تیم ریشه دار و پر افتخار. ان شاءالله. ببین ان شاءالله که آره من تنامیز بود صحبتم. اورتون هم یکیش برنموث برد، کاری نداره. فقط یه نکته در مورد بارسلونا و اتلتیکو مادرید بگم که 3-1 موفق شدن تیم تحت هدایت الچولو که دیگو سیمونه باشه رو شکست بدن و خب خیلی بازی خوبی بود، بازی ریتمیکی بود، بازی پرتمپو سرعتی بود و 3 امتیاز مهم رو گرفت هانسی فیلیک. یکم حالا شنونده‌هامون نگاه بکنن، مثلا رئال مادرید 5 امتیاز اختلاف داره با بارسا، یهو بازی‌ها رو میبازه، بعد بارسلونا میاد صدرنشین میشه. یکم گوشه ذهنمون باشه که یه سری اتفاقات پشت پرده هم میفته. من که خیلی عاشقانه فوتبال رو نگاه میکنم نمیخوام این جمله رو باور بکنم ولی میگم پس پرده حواسمون باشه که یه سری اتفاقات از پیش تعیین شده است. یعنی شما روی لوگو که نه، روی لباسا کیتای باشگاه رو شما ببینید یه سری سایت‌های شرط بندی هستش و خب من میگم که دخیل خلاصه، یعنی میگن یه روزایی رئال مادرید ببازه، یه روزایی بارسلونا ببره. اینو خلاصه گوشه ذهنمون داشته باشیم. و بارسلونا تیمی رو برد که خب خیلی روند خوبی داشته، یعنی سیمونه تو یوفا چمپیونز لیگ یعنی تیم قدری بوده، ولی خب رابرت لواندوفسکی هم پنالتی از دست داد و خلاصه که تبریک میگم به بارسلونیا، برنده جدال 6 امتیازی شدن. بارسلونا بله بریم. رابرت لواندوفسکی هم پنالتی از دست داد و دیگه اون لواندوفسکی همیشگی نیست و قصد دارن که بفروشنش این بازیکن رو. حالا با خولیان آلوارز و هری کین هم مثل این که صحبتایی شده. یوونتوس هم در مقابل اودینزه قرار گرفت، شاگردای لوچانو اسپالتی موفق شدن اودینزه رو شکست بدن. اون روند خوب خودش رو کم کمک داره پیدا میکنه آقای اسپالتی. الان 8 بازی بدون باخت برای بانوی پیر که خب برتری 2 گلشون صعود کردن به مرحله بعدی مسابقات جام حذفی ایتالیا و
میگم آروم آروم دارن سر و شکل میگیره تیم تحت هدایت اسپالتی. 16 سال پیش هم تو چنین روزی لیونل مسی موفق شد یکی از اون 8 رو بگیره. یعنی چی یکی از اون 8؟ یعنی که یکی از اون 8 رو گرفته. قربونش درست گفتین. یکی از اون 8 توپ طلا. من فقط یک کلمه اضافه کردم به جمله کامل شما. درست گفتم. یکی از اون 8 رو گرفته. آره و 17 سال پیش هم تو چنین روزی کریس رونالدو موفق شد یکی از اون 8 رو گرفته. نه یکی خب 8 که توپ طلا نداره دیگه. نه کمتر داره. آره 5 تا داره و بگیره و یکی از اون 5 تا رو گرفت. یکی از اون 5 تا رو گرفت و این از این. بورسیا دورتموند هم یکیش به بایر لورکوزن با خیلی سریع هم انتقام گرفتن. بایر لورکوزنیا مقابل بورسیا دورتموند تو رقابت‌های دی اف بی پوکال، یعنی مسابقات جام حذفی. جسم باحالی دارن. آره اصلا چقدر اینا تمرینای خوبی واسه فن بیان. آفرین. آره بشین اینا رو تکرار بکنیم. حتما هم بگی کانال کولر دالان. یعنی میشه یه سری چیزا دیگه خلاقیتایی هم اضافه کرد. یا مثلا خویچا کوواراتسخلیا رو بگید شما. یه بار دیگه بگین. خویچا کوواراتسخلیا. خلیچو کوالاسخلیا. قربون شما. معلومه که فن بله. یه نکته دیگه هم در مورد آقای مندی بگم که اسطوره رئالیا بعد از 8 ماه برگشت به میادین و نکته جالب اینه که باز مصدوم شده. یعنی آدم شانس خدا به این رو کرده دیگه، الان مصدومه و داره دستمزدش کامل میگیره. بازی نمیکنه دستمزدش. البته شاید هم بدشانسیش باشه دیگه، چون بازیکن دوست داره که تو بازی کنه. آره بازی بکنه. یه خبری هم کار کرد، حالا مصاحبه‌ای کرد مارسل دسایی و گفته که ممکنه دوباره زیدان رو ما تو رئال مادرید ببینیم و ژاوی توانایی انجام این پروژه رو نداره و شاید زودتر از چیزی که فکرشو بکنیم ژاوی رو برکنار بکنن. این صحبت مارسل دسایی فرانسویه و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشه. خیلی ممنونم از شما ایمان سلطانپور. زنده باد. خیلی ممنونم، ما بیشتر خوشحال شدیم با ما باشید. 7:41 اینجا جواری ایرانی. سلام.